بسم الله الرحمن الرحیم. حنانه خلفی هستم، حافظ کل قرآن کریم. شما از کی متوجه حالا استعداد و هوش حنانه خانم شدید؟ خب چون برادرها و خواهرهاش حافظ کل بودن، خب یعنی با اونا ما کار کرده بودیم دیگه، میدونستیم با ایشان چگونه به قول معروف کار کنیم. بعد از سن 3 سالگی ما متوجه شدیم که ایشان استعداد خاصی نسبت به قرآن داره. میتونم بپرسم چه جوری متوجه شدی؟ خب چون نوار زیاد در خونه به قول معروف گوش داده میشد، حالا اون بچه‌ها نوار زیاد گوش میدادن و اینا، خب این گوش دادن نوار باعث شد که ایشون هم به قول معروف بعضی از سوره ها رو در حینی که میشنید، مثلا سوره های کوچک رو به زبان بیاره، همطوری که به زبان بچگی به قول معروف. ما از اونجا متوجه شدیم که ایشون هم میتونه به قول معروف در این زمینه فعالیت کنه. ایشون کی حافظ کل قرآن شدن؟ ایشون قبل از اینکه اصلا حفظ قرآن رو شروع کنن، از سن 4 سالگی رفتن جامعه القرآن، روحانی و روانخوانی رو خوب یاد گرفتن. البته تو خونم من چون معلم بودم زیاد باش کار میکردم. بعد از سن 5 سالگی شروع کردن، 7 سالگی تمام شد. 7 سالگی حافظ کل قرآن. خیلی ها میگن توی این سن و سال بچه باید بچگی کنه. مثلا میتونست مثل خواهر برادراش مثلا از یک مقدار سن بالاتر، مثلا همون 11 سالگی 15 سالگی شروع به حالا حفظ قرآن بکنه. این که از 3 سالگی 4 سالگی، این به نظر شما، حالا نظر من سوال میخوام از شما بپرسم، که یک مقدار از اون فضای بچگی و کودکانه ایشونو جدا نکردیم؟ من خدمتتون بگم که حالا شما زمانی که ایشون حفظ میکردن، حالا شما کلا فیلمشو ما داریم حقیقتا، یعنی اصلا چجوری بگم، بچگی میکرد و حفظ میکرد، یعنی با عروسکاش بازی میکرد بعد قرآن میخوند. یعنی اینطور نبود که ما بیام بچه را در یه جایی قرار بدیم، اصلا بچه یه جا باقی نمیمونه، بالاخره میره بالا پایین میپره، این ور و ور میره، اصلا نمیشه، اصلا امکان نداره. این بچه راه میرفت قرآن میخوند. بگم خدمتتون مثلا نوار میخوند، خب با صدای نوار همخوانی میکرد، همطوری بدو میکرد، قرآنشو میخوند. خدمتتون بگم من گاهی مواقع خونه نبودم، میومدم منزل، میگو بابا من سوره الرحمن رو 4 صفحه بود در 2 ساعت حفظ کردم، که من میگفتم جریمهش میکردم، میگفتم این جریمه که دفعه دیگه جلو نری. برمیگشتیم عقب دوباره یک صفحه به قول معروف میگو حفظم، گفتم نه. یعنی خیلی علاقه شدید داشت. حالا که چه حسی داشتی وقتی قرآن حفظ میکردی؟ منم تشویق شدم که حفظ قرآن رو شروع کنم و خودم خیلی علاقه داشتم که حافظ کل قرآن بشم. و سخت نبود؟ خب بالاخره هر کاری سختی خودشو داره. در قرآن هم اومده ان مع العسر یسرا، یعنی قطعا بعد از هر سختی یک آسایشی هم هست. ولی من با تلاش و پشتکار و برنامه‌ریزی اصلا خستگی زیادی نداشتم، چون هم تفریحامو میکردم، هم گردشو میرفتم و بازی هم که میکردم دیگه. انشالله اگه سال دیگه هم در آزمون ارشد قبول شدم، میرم دانشگاه و 2 سال اونجا برای فوق لیسانس میخونم و میخوام ادامه بدم انشالله تا دکترا. نه یعنی دیگه لازم نیست مثلا 9ام 10ام 11ام 12ام خب درسام در کنارش میخونم خودم، یعنی خودم علاقه دارم هم درسمو بخونم. نه نظر قانونی میخوام ببینم که لازمه که بخونی یا نه. نه لازم نیست، ولی من خودم میخوام بخونم. حالا خانم شما از تجربه فضای مجازی بگو، فعالیت تو فضای مجازی. خب تو تبلیغ میکنی و فعالی توی فضای مجازی. کلا عکس‌العمل‌ها چیه؟ انواع و اقسام عکس‌العمل‌ها تو فضای مجازی برامون بگو. خب من در صفحات مجازی هم برنامه‌هامو میذارم، هم راهکارهای موفقیت در حفظ، و الان هم که در آزمون ارشد قبول شدم و مدرک لیسانس رو گرفتم، خب یک سری ضد انقلاب ها اومدن در صفحات مجازی و حالا توهین میکنن و چیا میگن؟ حالا نمیخوام ریز بگی، یا به چی حمله میکنن؟ خب این که میگن بچگیشو نکرده، یا اینکه اگه میرفت ریاضی میخوند یا فیزیک میخوند بهتر بود.
خب ولی من میخوام بهشون بگم خودتون رو خسته نکنین، چون من این راهی رو که رفتم تا آخرش میرم. مثلا اگه میرفتی چیز دیگه میخوندی یا اصلا مثلا موسیقی میخوندی یا چیز دیگه میخوندی، استعدادتو جای دیگه میذاشتی، به نظر حالا موسیقی منظورم حالا همه چیزا، الان اسم موسیقی مثلا ریاضی یا اصلا تجربی یا اصلا هر چیز، به نظرت اصلا مخل این قضیه هست یا نه؟ اصلا تاثیرگذاره، یعنی مانع میشه که تو نری سمت چیزهای دیگه یا همون چیزهایی که بهت میگن به همون سمتهای دیگه نری؟ خب نه دیگه، چون الان مثلا من درست قرآن حفظ کردم ولی خب درسای دیگه هم خوبه. ریاضی رو الان تموم کردم و تجربی رو هم نصفش رو خوندم الان، علوم 8م. ممنون، دست گلت در نکنه. مرسی.